لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز ما، در این روزهای مبارک سال، در این بزرگترین روزها، امیدوار هستم که در هر کجا باشید صحت و سلامت باشید و عبادت های شما مورد قبول درگاه پروردگار باشد. امروز در برنامه خانوادگی آستانه، برنامه‌ای که اساساً با هم درباره مسئله های مهمی اولیوی صحبت می‌کردیم، تصمیم گرفتیم چون در ماه ذوالحجه قرار داریم و خطا نکنم امروز 6 ذوالحجه هست و الکی پس از 3 روز عید قربان مهمان ما و شما می شود. صحبت درباره دهه ذوالحجه و این چنین عید قربان و حج و عموما مسئله های مربوط و این روزهای مبارک داشته باشیم. و اگر عزیزان سوال درباره قربانی داشته باشید یا سوال درباره موضوع امروز داشته باشید، می توانید در زیرنویس از آن بنویسید یا در چت از آن بنویسید که در پاسخ دادن به سوال های شما کوشش میکنیم.
خیلی گفتم عزیزان امروز روزی 6 ذوالحجه می باشد و پروردگار مدت‌های از زمان رو، یعنی روزهای مخصوص سال رو برای مایان با یک قدر و قیمت و شرف شناسانیده است تا که ما در این روزها باز زیادتر برای رضایت الله کوشش کنیم. یعنی روزهایی که الان ما قرار داریم مثل سایر روزها نیستند. چگونه که ماه رمضان مثل ماه‌های دیگر نیست، همین دهه ذوالحجه، روزهایی که امروز الک 6 روزش گذشت و کی میداند که کی با کدام عمل این روزها را سپری کرده ایستاده است، این روزها دیگر در یگان روز دیگری سال به دست ما نمی آیند. و الله درباره این روزها میگوید واذکروا الله فی ایام معدودات، شمایان الله را در این روزهای با شمار یاد کنید. همیشه باید مسلمان الله را یاد کند. همیشه باید مسلمان برای اینکه زندگی آسوده در دنیا و آخرت داشته باشد یاد پروردگار در قلب و در زبان او باشد. ولی همین روزها روزهایی هست که الله بخصوص به ما از نو گویا که تکرار میکند که واذکروا الله فی ایام معدودات، شمایان باز در این روزها الله را تاکید میکند ببخشید زیادتر یاد کنید، زیادتر یاد کنید. برای همین از اول ذوالحجه صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم همین که روز یکم ذوالحجه داخل میشد دیگر به عبادت کردن شروع میکردند. گروه بودند که عازم کعبت الله می شدند و البته موسم حج است. چگونه که میدونید حج اکبر که از 5مین رکن اسلام هست و هر کسی که شرایط دارد باید برود، فقط در همین ماه انجام می شود، فقط در همین ماه ذوالحجه انجام می شود. و چگونه که روزه‌داری فقط در رمضان هست، حج اکبر هم فقط در همین ماه از روز 8 دیگر شروع می شود و تا 4 روز تشریق یا 4 روز عید در خود حاجیان ما ادای مناسک حج را انجام می دهند. یعنی این روزها روز انجام دادن عبادت های مخصوص است. گروهی که پروردگار برایشان نصیب گردانید و آنها در حج اکبر هستند، این روزها را کاملا با عبادت در خانه خداوند می گذرانند. اما آنهایی که مثل من شما برایشان نصیب نشد که به پروردگار خالصانه و با تضرع دعا میکنیم برای یکایک ما نیز نصیب گرداند، آنهایی که در عازم خانه پروردگار نیستند یا آنها در حج اکبر نیستند، در خود خانه هایشان باید آنها هم این روزها رو غنیمت دانند. و عجیبش این است که تا همین چند وقت پیش تقریبا درباره بزرگی این روز و درباره این روزها چقدر عملهای صالح ثواب زیاد داشتنش به گوش اکثریت کمتر می رسید. و چه خیلی که مردم در ماه رمضان، در دهه آخر ماه رمضان کوشش میکنند و همه در دواده هستند که یعنی آخرین روزهای ماه رمضان است، باید فرصت رو از دست ندهیم، باید از پی عبادت شویم. متاسفانه در این روزها مردم را اینقدر در عمل صالح دیده نمی شود، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از رمضان هم همین روزها رو زیادتر ثوابش زیاد بودن رو به ما تاکید کردند که میگویند من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. یگان روز دیگری وجود ندارد دیگر در تمام سال، حتی در رمضان روزهای وجود ندارد که عملهای صالح در نزد پروردگار اینقدر قدر و قیمت داشته باشد. یعنی هر عملی که میکنه، چه سبحان الله باشد، چه الحمدلله باشد، چه کمک به یتیمان باشد، چه روزه‌داری باشد، چه نمازهای نافله باشد، هر عمل صالحی که انجام میدهید مادامی که شما در حج نیستید، بدانید که قدر آن برابر عملهای صالح روزهای دیگر نیست. اگر مثلا 2 رکعت نماز تهجد در شب‌های عادی ثواب خودش را داشته باشد، در این شب‌ها، در این دهه ذوالحجه هزارها مراتب ثواب او می افزاید.
و حتی وقتی پیامبر اینقدر درباره این روزها و عملهای صالح قدر و قیمتی خیلی بالا داشتن از صحبت میکنن، صحابه ها میپرسن و حتی جهاد، یعنی حتی کسانی که جهاد میکنن مثل عملهای صالحی این دهه ذوالحجه ثواب نمیگیرن. پیامبر میگن حتی جهاد، حتی کسی که برای الله از خانهش برآمده است تا جانش را دهد، مگر آنه که هم با مال و هم جانش از خانه برآمد، هر دویش را هم به الله فدا کرد. پس عزیزان این روزها روزهایی هست که خیلی گفته ایستادم، همان گونه که ما باید گرامیش داریم، بزرگش داریم، متاسفانه دیده نمی شود و خیلی آریم در ماه رمضان، در دهه آخر رمضان، در شبهای قدر مردم رو میبینید شتاب هستند، اما دهه ذوالحجه گویا که فقط قربانی کردن است و جای تأسف است که قربانی رو هم با چشم اینکه عبادت است برای پروردگار مایان مبلغ صرف میکنیم، برای پروردگار قربانی میکنیم، گویا نه، قربانی رو هم حتی بعضیا گویا که فقط گوشت خوردن باشد، گویا که فقط با خویش و تبار خرسندی کردن باشد نگاه میکنن. ولی اولین حکمت قربانی این است که پروردگار خیلی که میگوید لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم، شما به خاطر الله فصل لربک وانحر، به خاطر الله لربک، به خاطر خرسندی خود نه، اولین نیتتون این باشد که پروردگار من برای تو قربانی میکنم، من برای تو مالم را فدا میکنم، تو از ما قبول کن. اینجا عزیزان درباره ذوالحجه و درباره عید قربانی بعضی سوالهای شما هست و سوالها پاسخ میگویم. اگر وقتمون باز کمی دیگر درباره این روزهای بزرگ صحبت میکنیم، ولی حتما باید چگونه گفتم در فکرمون در اگرچه 6 روزش از ما رفت، اما 4 روز دیگرش هست و بجز 4 روز باز 3 روز تشریق، یعنی روز دوم، سوم، چهارم عید هم بزرگترین روزها در نزد پروردگار است. تا 13 ذوالحجه باید همیشه در عبادت باشیم. خرسندی و عید گردک و تبریکات جای خودش، اما عبادت کردن این روزها رو با عمل صالح، شبهایش رو با نمازهای تهجد، روزهایش رو با تسبیح، علل خصوص صحابگان تمام این روزها با الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر ولله الحمد میگذرانیدن که همیشه باید زبان ما در ذکر باشد، چون این روزها دیگر تا سال دیگر نمی آیند و حتی روزهای رمضان ثواب عملهای صالح مثل این روزها نیست که برتری این روز رو ما تصورش هم کرده نمیتوانیم. اینجا سوال یکم، یک نفر اگر قرضدار باشد آیا قربانی کند می شود یا نه؟ میگویند عزیزان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، هر کسی که شرایط داشته باشد و من وجد ساعتا، ساعه یعنی شرایط برای قربانی کردن داشته باشد اما قربانی نکند، و نمازگذاری و نمازگاه ما یا مسجد ما نزدیکی نکند میگوید. چون پیامبر کلمه سعه رو استفاده کردن، کسی که شرایط دارد قربانی نمیکنه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و قول حتی در دیگر مذاهب چه مذهب امام مالک باشد چه شافعی گناهگار میشود. اما انسان قرضدار او قرضدار است، برای او اولین کاری که باید انجام دهد این دادن قرضش هست. برای قرضدار قربانی کردن حتمی نیست. ولی اینجا ما یک نمود قرضدارها داریم. انسان‌هایی هستند که قرضدارند و قرض با مهلت گرفته هستند، یعنی آنها برای 1 سال قرض گرفتن یا خانه رو برای اینکه پولش را پس از 1 سال میدهند گرفتن و آنها 100% امین هستند که میتوانند قرضشان را برگردانند، چون آنها درآمدی مخصوص دارند. در این وقت قربانی کردن گناهگار نمیشوند. چرا؟ برای آنکه آنها برای پرداخت قرضشان هنوز زمان دارند و این چنین مطمئن هستند، یعنی به خود باور دارند که قرض را برگردانیده میتوانند و هنوز زمان قرضشان هم نآمده است. اما اونی که قرضدار هست و اون کسی قرض داده دارد همیشه از او طلب میکند که قرضت رو برگردان، مالم رو برگردان و نه مال او رو برنگردانیده قربانی میکنی، البته انسان گناهگار میشود، چون برگردانیدن قرض به انسان فرض میباشد و انسان اگر در گردنش
قرض بمیرد و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شهید باشد هم گناههایش همش بخشیده می شود به جز قرضی که اون حق ناس است، مال مردم است. برای همین به قرضدار نگاه میکنیم. اونی که برای مدتی دراز قرض گرفته است و 100% باوری دارد که قرضهایش را در مدتش داده میتواند، اگر باز قربانی کند باکی نیست. اما اونی که نه، شخص قرض داده طلب دارد که پول رو برگردانی، تو باز قربانی میکنی، اینجا گناهکار میشوی. برای اون که قربانی برای نفرانی شرایط داشته حتمی است. اون هم در نزد جمهور علما نه، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و بعضی قول ها که دیگر مثلا مذاهب و قربانی همچون سنت مؤکده نگاه میکنن. سنتی که یکی نکرده گناهکار نمیشوید. اما چون حدیث ببینید زجر در آنجا آمده است که به مسجد ما نزدیکی نکن، وقتی شرایط داری قربانی نکنی، نکردی، البته قربانی کردید، هم ثواب زیاد دارد، هم چگونه که در حدیث است در روز عید بهترین عمل در پیشگاه پروردگار ریزانیدن خون حیوان به خاطر الله می باشد. سوال این است که سوال دیگر: سلام علیکم اپا جان، یک شخص فهمیدم که یک روز پیش روزه گرفتن چه ثوابی داشته است. روز عرفه رو شاید در نظر داشته باشید، یعنی یک روز پیش از عید رو. عزیزان این روزها چه خیلی گفتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم عملهای صالح خیلی اجر و ثواب دارد. میگویم تمام عمل صالح، علل خصوص درباره روزه عرفه، در ما حدیث در صحیح مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو وقتی پرسیده می شود، پیامبر میگویند 1 ساله گناه های گذشته و 1 ساله گناه های آینده رو کفاره میکنند. یعنی مژده هست، بشارت هست برای شخصان گناهگار که این فرصت طلایی هست که دیگر نمی آید. تمام گناه هایی که 1 سال پیش کرده بودی و حتی تمام گناه هایی که سال آینده میکنی، پروردگار اگر این روز رو خالصانه به خاطر الله روزه داشتی، گناه هایت رو کفاره میکند. اما داشتن این روزه برای حاجیان نه، برای حاجیان نه و برای آنهایی که در خانه شان هستند، چون نفرانی که در حج هستند برایشان روزه های نافله گرفتن روزه عرفه مکروه است، برای اون که روزه سبب می شود که آنها بی قوت شوند و بقیه فرض های حج را انجام داده نتوانند. اما آنهایی که در خانه هستند این فرصتی چه خیلی گفتم طلایی هست که شما 2 ساله گناه های انسان، آن هم اگر حق ناس نباشد، این رو که یعنی من گناهایم بخشیده شده است گفته به دزدی کردن و غیبت کردن نه، گناهایی که انسان و بین الله هست بخشیده می شود. سوال دیگر: روز عرفه و عید در دیار ما زنان سحر عائلوی سر قبر گذشتگان می روند و گریه و ناله می کنند. آیا این کار در عید از دین است یا در دین است؟ عزیزان، یکی از مصیبتی که سر مردم مسلمان آسیای میانه هست، علل خصوص تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان، این دولت های همسایه، این است که روز عید را، و حتی در ترکیه هم هست خطا نکنم، روز عید را روز یاد مردگان کرده اند. روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ایام الاکل و شرب و ذکر الله، این روزها روز خوردن و نوشیدن و یاد الله هست و در این روزها خرسندی هایی که در دیگر روزها ممکن نیست. حتی ممکن است که در ما حدیث در بخاری هست که حبشه یا کودکان در مسجد و بعضی از بازی و مسابقه ها و اینها مشغول می شدن، در حالی که مسجد جای بازی نیست، اما پیامبر اجازه می دادن چون روز عید است. اما ببینید که بجای اینکه در این روز مردم ذکر الله کنند و خوشی و خرسندی کنند، زیارت همدیگر کنند، با هم نشینند و شکر الله کنند که به این روزها رسید، یاد مرگ میکنند. گویا که به یاد مرگ دیگر وقت نیست، مخصوص گویا که برای تبدیل دادن ایدی مسلمان ها و عزاداری. نمیدونم این فکر از کجا آمده است که به شریعت هیچ رابطه ندارد، برعکس ضد سخن پیامبر است. ضد سخن پیامبر است که یاد قبرستان و زیارت قبر را به روزی که روز خرسندی مسلمان ها هست آورده اند. و ببینید که وقتی که عید سال نو است، عید نوروز است و دیگر عیدهای بشر ساخته هست، چقدر
همه از پی خرسندی بود، هیچ کس یاد مرگ نیست. همین دو عید مسلمان هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن دو روز را پروردگار برای شما عید قرار داد، خرسندی هایتان را البته گناه نباشد به شرطی که در این روزها انجام دهید، این روز را هم برای ما عزا تبدیل دادن که گویا که ببینید که در مسلمانی هیچ خرسندی نیست، کار دشمنان اسلام است، به اسلام هیچ رابطه ندارد، بدعت محض است، گناه محض است. هر کسی که روزهای عید را روزهای مخصوص زیارت قبر و یاد مردگان و سحری بر وقت همگی به سر قبر رفتن میکنند، بدین رابطه ندارد. چه خیلی گفتم خلاف شریعت است که فقط همین در بعضی کشورهای پساشوروی و بعضی از کشورهایی که زیادی دشمنان اسلام در آنجا کار زیاد انجام دادن این را دیده می شود. سوال دیگر، در روز عید در خانه عزاداران عید می کنند و همه خویش و تبار جمع شده گریه و ناله می کنند، این رو نامش رو هم عید می نامند. آیا این درست است؟ خیلی گفتم به اسلام هیچ رابطه ندارد، کاری دست دشمنان اسلام است. ما پیشتر درباره عزاداری صحبت داشتیم، چه خیلی گفته بودیم خوردن در خانه عزادار گناه است، حرام است در نزد اکثریت علما، نباید در خانه شخص عزادار خوراک خورده شود و مخصوص عید مسلمان ها رو به عزا تبدیل دادن و یاد مرده کردن و باز عزا رو نو کردن. بسیاری ها میگویند عزاهای یعنی مرده های 100 ساله هم از نو گویا که نو میشوند، یا که این ایدی مرده ها باشد، در حالی که مرده ها دیگر رفتند و فقط نیاز به دعای شما دارند. عید برای زنده ها هست، آن هم عید هست که با البته ذکر و یاد پروردگار باز با همدیگر رو دیدن و تهنیت گفتن و خرسندی کردن این روزها رو میگذرونیم، اما به عزا و به قبر و به روز مرده رابطه ندارد که کاش این را مردم از بین می بردن تا اینکه این بدعت محض گناهی که بر الله است از جامعه ما و از ذهن مردم برود. که خود بنده هم در کودکی شاهد بودم که در عید قربان و در عید رمضان همه خانه های عزاداران درهایش باز است و کودکان فقط مردهای در سر تاقی تاج که داشته رو میبینن که عید است و عیدگردک یعنی عزاگردان میکنن و در ذهن کودکان حتی این میماند که هر چیزی که به دین رابطه دارد فقط غم است و فقط عزا هست و مردن است و گویا اسلام هیچ خرسندی نداشته باشد. سوال دیگر، در روز عرفه باید چی کارها انجام داد؟ برای چی عرفه میگویند؟ معنایش یک روز پیش از عید است یا چیزی دیگر؟ عرفه همون کوه هست که خیلی که میدانید در مکه هست و در عرفه در همون کوه ایستادن یک روز پیش از عید از فرضهای حج می باشد، از رکنهای حج می باشد. نام کوه را چرا عرفه ماندن بین علما اختلاف است. بعضی ها میگویند چون در آنجا آدم و هوا یک دیگر را شناختن، باز یک چند روایت های دیگر است، اما عرفه از نامی همون کوه هست و در ما یک روز پیش از عید رمضان رو هم عرفه میگن که اساسا از نظر دین این درست نیست، برای اینکه عرفه فقط پیش از روز عید قربان است و روز عرفه روز 9 هجری وقتی که حاجی ها در کوه عرفه می ایستند و این یکی از رکن های حج رو انجام می دهند و در روز عرفه یا گفتیم در همین 9 ذوالحجه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هیچ روزی مثل همین روز پروردگار انسان ها رو از آتش جهنم نجات نمیدهد. یعنی روز اجابت دعا هست، روزی هست که پروردگار حاجی هایی که در کوه عرفه نشسته فقط دعا میکنن آنها رو دیده به عهد سما میبالد، میگوید ببینید این بنده های من اینجا چیکار میکنن، چرا آمدن؟ فقط به خاطر من، به رضاگی پروردگار اینجا آمدند و در کوه ایستاده. اون هم میدانید با لباس خاکسارانه حاجیانه رکن حج است که الحج عرفه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکنند و همان روز یعنی روزی که در عرفه میایستند ما روز عرفه میگوییم یک روز پیش از عید که در این روز آنهایی که حاجی نیستند خیلی در کمی پیشتر گفته گذاشتم روزه داشتن سبب کفاره گناه های یک سال پیش و یک سال آینده می شود و متاسفانه این روزی هست که پیامبر گفتن روزی نجات دادن پروردگار از آتش جهنم است، یکی از بزرگترین روزهای سال است و در این روز دعاها اجابت است، روزی که
خیلی خیلی انسان ها به پروردگار نزدیک می شوند. زیادی ها غافل میمونیم از همین روز، علل خصوص زن ها. با پخت پز و عید، با روبیچین و عید فراموش میکنیم که امروز روز اجابت دعا هست. امروز باید با دهان روزه زیاد زیاد دعا کنیم. آره برای تیاری دیدن به عید و دسترخوان عید هم باید انسان وقت داشته باشد، چون این روز عید از کودکان باید احساس عیدانه داشته باشند، فرح و خرسندی عیدانه داشته باشند، خانه فضای عیدانه داشته باشد. اما روز عرفه را تماما فراموش کردن و نه به روزه، نه به ذکر، نه به یاد الله و به دعا که گفتم اجابت دعاها هست، اینها رو یکسو گذاشتن تماما از دست دادن یک کنز بزرگ است. یعنی یک فرصتی بزرگ سال رو از دست دادن است وقتی روز عرفه رو ما تماما به دعا و به روزه و عموما فراموش میکنیم که امروز چه روز بزرگ است و فقط از پی دسترخوان و دوادوی عید میشویم. سوال دیگر، زن به پسر یا شوهرش خودش تنها با بیگانگان آیا می تواند سفر حج کند؟ درباره بی محرم به حج سفر کردن عزیزان، در نزد جمهور علما حج عبادت است، یعنی فرض است و اجازه محرم شرط نیست، اجازهش. اما بی محرم می رود یا نه بین علما اختلاف است. در نزد جمهور علما یعنی اکثریت علما اگر هم سفرها داشته باشد، راه امان باشد و با گروه از حاجی، البته نامحرم ها نه، با گروه از زن ها که با هم هستند و همدیگر کمک میکنند و در راه زن تنها نمیموند و اذیت نمی شود، برایش جایز است. و علت اینکه پیامبر حرام گفتند برای زن به محرم سفر کردن رو اکثریت میگن سفری که خطرهای زیاد داشته باشد و این چنین سفرهای فرضی نباشد مثل حج. وگرنه در ما حدیث دیگری هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، حدیث در صحیح هست، زمانی می شود که از هرا یا از خود عراق پیاده زنک، یک زن خانمه به حج می آید و جز الله از کسی نمی ترسد، یعنی راه ها امان می شود. و بعد از مرگ پیامبر هم همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم اگرچه محرم نداشتند، همراهی عبدالرحمن ابن عوف و عمره رفته بودند، به حج رفته بودند که این دیگر دلیل از صحابگان است. یعنی مادامی که همسفرهای امین و همسفرهایی که همراه آنها زن خود را در امان احساس میکند، رفتنش را اکثریت، یعنی کلی اکثریت علما اجازه میدهند. سوال دیگر، اگر ایام عید آمد و در همان زمان پول نداری، آیا میتوانی پول قرض گرفته قربانی کنی؟ خیلی گفتم قربانی برای نفرانی شرایط داشته حتمی است. شرایط نداشته باشد قربانی برایتان حتمی نیست. یعنی قرض گرفته قربانی نکنید. مسئله قرض خیلی مسئله جدی است که فقط در حالتهای ضرورت انسان باید به قرض دست زند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیدایش عید قربان را میگفتید. پیدایش عید قربان چگونه که عزیزان میدونید برمیگردد به سنت ابراهیم علیه السلام. وقتی که پروردگار حضرت ابراهیم را میخواهد امتحان کند و میگوید فرزندت را، اسماعیلت را که پس از 80 سالگی در بعضی روایت ها نصیبشان شده بود، یعنی در سال پیری نصیبشان شده بود، برای الله قربان میکنی فقط به خاطر امتحان که آیا پیامبری الله، خلیل الله، به خاطر الله از بحر فرزند خود میبراید و حالت فرزند چی است، یعنی اسماعیل چی میگوید، در حالی که وقتی میگوین اینی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که تو را قربان کرده ایستادم، و خواب پیامبران در آن وقت همچون وحی بود. در این وقت اسماعیل میگویند ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، اگر خطا نکرده باشم تو مرا از جمله صابران پیدا خواهی کرد. آن چیزی که الله به تو امر کرد آن را انجام ده. بعد از اینکه هر دو تسلیم میشوند به امر پروردگار، هم ابراهیم هم اسماعیل، پروردگار از جنت برایشان گوسفند میفرستد که انا این را قربانی کن، قد صدقت رؤیا، تو امتحانی که به تو کردیم یا خوابی که همچون امتحان برای تو بود به خوبی از آن گذشته، چون کاملا تسلیم شدی. برمیگردد به ذبح کردن، یعنی قربانی کردن حضرت اسماعیل که بعداً پروردگار به جای اسماعیل میگوید این گوسفند را قربانی کن. و اما گوسفند را قربانی کن میگوید و گوسفند میآید، ولیکن در آیت قرآن کریم در ما بهیمة الانعام آمدگی هست.
علی ما رزقهم من بهیمة الانعام میگوید الله از 4 نمود حیوان می شود قربانی کرد، اگرچه گوسفند در خودی گفتیم سرشبیه قربانی باشد، هم شتر و گاو و بز و گوسفند از این 4 نمود حیوان می توانیم قربانی کنیم. سوال دیگر، پیش از عید قربان چند روز باید روزه گیریم؟ درباره روزه پیش از عید قربان میگفته. درباره روزه عرفه من گفته گذاشتم. پیش از عید قربان زیادی گمان میکنند 10 روز ذوالحجه حتما باید 10 روز روزه گرفت، یعنی 10 ذوالحجه، در حالی که عزیزان روز 10 ذوالحجه روز عید است، روز عید قربان است و روزه گرفتن روز عید قربان در نزد تمام علما حرام است، یعنی انسان گناهگار می شود اگر روز عید روزه گیرد. اگر شما در این روزهای مبارک خیلی گفتیم عملهای صالح خیلی ثواب دارد روزه گیرید، شما فقط 9 روز روزه میگیرید، یعنی از 1 ذوالحجه تا 9 که 9 روز عرفه داخل می شود و 10 روز روز عید است، یعنی 9 روز روزه میگیرید و این روزها علل خصوص روز عرفه ثوابی خیلی زیاد دارد که دربارش گفتیم. اگر حاجی پولش به حج رسد و به قربانی نرسد چیکار میکند؟ آنهایی که شرایط قربانی کردن ندارند آنها در این وقت 3 روز در حج روزه میگیرند و 7 روز وقتی برمیگردند در خود وطن روزه میگیرند. اما آنها برای کسانی که تمتع کردند، یعنی عمره و رفتند عمره کردند و بعداً حج کردند. اما اگر قربانی کردید البته اجر و ثواب زیاد در قربانی اون هم در نزدیکی کعبه هست. اما اونهایی که فقط حج افراد یعنی تنها کردند قربانی نکرده باشند هم انشاءالله حجشان قبول است. اما اونهایی که تمتع کردند قربانی نکردند در این وقت حتما 3 روز در وقت حج و 7 روز دیگر روز عید و دیگر روزهایش و 7 اذا رجعتم 7 روز دیگر وقتی برمیگردند در وطن روزه میگیرند که این کفاره همان قربانی نکردهشان می شود. آیا زن و شوهری کردن در سفر حج اجازت است بعد از احرام بستن؟ که اگر ما حج افراد کنن تقریبا 5 روز کامل گفتیم اگر کاملا تمام کنن در احرام می شوند، قطعیاً حرام است. یعنی نزدیکی کردن زن و شوهر در وقت احرام، وقتی که مرد احرام بسته است و در مدت انجام حج هست حرام می باشد، یعنی گناهی کبیر است. در روز عید قربان رقص بازی خرسندی ممکن است یا نه؟ یعنی رقص بازی با موسیقی و با اون بد اخلاقی و امروزها با تلفن گرفتن و با این و با آن نوار کردن باشد البته درست نیست. اما اونی که مثلا در صحیح بخاری آمده است که دخترچه ها ترانه میخواندن در خانه حضرت عایشه یا گفتیم دایره میزدن، اون هم در روز عید بود و ابوبکر وقتی میگویند این میزمارهای شیطان در خانه رسول الله چی میکند، پیامبر میگویند به حالشان بیمان روز عید است، اون با موسیقی و رقص و بازی نبود و اون هم جاریه یعنی دخترچه های میده بودن، برای همین رقص و بازی جایز است گویان و موسیقی و به دیگر امروز دیده ایستادیم یعنی با برآمدن نوار و تلفن و این چیزها زیادی مسئله ها خیلی خیلی از اجازت باشد هم حتی به فساد و به فتنه میبرد. بهترش به این دست نزنن، علل خصوص وقتی میدانید که بین مردم این چیز پخش می شود. اما عادی ترانه خواندن یا حتی دایره زدن در عید در بین خردکک و در مسجد ها بعضی مسابقه کردن و بعضی نمود بازی های ادانه کردن جایز است که درباره‌اش حدیث آمدگی هست. سوال دیگر، شخصی که قربانی میکند باید ناخنش و مویش را نتراشد میگویند، آیا این حتمی است؟ حتمی نیست اما ثواب دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی کسی از شما میخواهد قربانی کند بعد از درآمدن 10 ذوالحجه نه به ناخنش دست زند نه به مویهای بدنش، یعنی این سنت است. خوب است که مثل حاجی ها یا گفتیم احساسی از آن احساس می شود و هم حدیث پیامبر است ثواب میگیرید. اما اگر یکی نکردید گناهگار نمیشوید، اما بهتر است کسی که قربانی میکند مثلا در خانه یک خودی شوهر یا پدر قربانی کند از نام تمام اهل خانواده کفایه است، فقط او به ناخنش و مویهای بدنش دست نمیزند. زنی که به حج سفر می کند و ایام حج حیض می بیند، آیا مناسک حج را در همان حالت اجرا می کند یا نه؟
اگر نه آیا حجش اجرا می شود و یا باید بار دیگر سفری حج فرضی کند. عزیزان البته که خیلی میدونید امروز شرایط طبی خیلی وسیع هست و زنها می توانند برای حیض نشدن در حیض دارو استعمال کنند، ببخشید در حج. یعنی نمودی بعضی سوزن داروها هست، بعضی حب یا گفتیم بعضی داروهایی هست که با استفاده کردن آن زنها در حج حیض نمی شوند. بهترینش همین است که از این راه استفاده کنند، چون حج سفری در یک عمر یک بار به دست می آمده هست. شاید بعضی ها فقط این فرصت را یک بار به دست آورند، شاید برای بعضی حتی این فرصت فرا نرسد. برای همین بهترینش این است که مادامی که و این حتی علمای معاصر هم اجازه میدهند هر چیزی که پیش روی حیض را میگیرد، از سوزن دارو باشد یا دارو باشد، استفاده کنند و این اجازت است. اینه. اما یکی نشد، یکی استفاده نکردن یا چیزی دیگر شد، در ما حدیث در بخاری هست که حضرت عایشه وقتی گریه میکنند که به حج آمدیم و من حیض شدم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن همه کاری که حاجی ها میکند تو هم بکن، غیر از اینکه در اطراف کعبه طواف کنی. یعنی از در مینا و در مزدلفه و یا سنگ پرتافتن و یا اینکه حتی بین صفا و مروه و دور زدن و اینها رو همش رو انجام ده، فقط طواف نکن. یعنی زنک تمامی رکنهای حج رو انجام میدهد و جز طواف کردن دیگر همش رو انجام میدهد که انشالله حجش قبول است، برای اینکه پیامبر این رو به حضرت عایشه گفته بودن. اما چه خیلی گفتم بهترینش برای اینکه یگان خیلی یعنی شک شبهه پیدا نشود، زنها میتوانند از این اجازت استفاده کنند. سوال دیگر درباره به خرسندی گذرانیدن عید خودتان چه پیشنهادهای دارید؟ هیچ خرسندی یعنی بدون خشتبار نمی شود عزیزان. می توانید خرسندی را با دوستان و نزدیکان در اطراف عائله، دور از تلفن، دور از عالم مجازی. بعضی ها روزهای عید هم تمام روز با آدم هایی که در اون سوی دنیا هستند صحبت میکنند، در حالی که در داخل خانهشان شوهرشان، زنشان، فرزنداشان، گفتیم نزدیکانشان انتظار هستند که روز عید است با هم باشیم. یعنی این روزها عید با نزدیکان خود فیض و برکت خودش رو دارد. فرصتی است تا با همدیگر نزدیک شوید، با همدیگر نشینید، با همدیگر خرسندی کنید که این صله رحم است. چیزی دیگر البته روز عید و جز این که روز خرسندی هست، روز ذکر الله هم هست، روز یاد الله هم هست. برای همین ما این روز رو با نماز عید شروع میکنیم. یعنی نماز عیدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی زنها هم به این نماز برآیند، گفتن امر کردن که زنها هم در این نماز حاضر شوند. برای همین و جز خرسندی کردن با اهل خانواده و خیشتبار فراموش نکنیم که این روزها روزهای ذکر و تکبیر و الله اکبر و لا اله الا الله هست که یاد الله هم در این روزها با ما باشد تا که عیدمون با برکت شود و ثواب زیادتر هم بگیریم. آیا راست است که میگن اگر یک بار قربانی کنی باید تا آخر عمرت این کار رو انجام دهی، ناوابسته از آنکه شرایط داری یا نداری؟ گپی دروغ است یا گفتیم هیچ اساسی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی شرایط دارد قربانی کند. یعنی شرایط دارید قربانی میکنید. شاید امسال شرایط دارید قربانی میکنید، سال دیگر شرایط ندارید. در این وقت هر وقتی که به دستتون اومد قربانی میکنید. یا زکات هم عیناً همین گونه است. یک بار زکات دادی همیشه نه، وقتی که سال آینده یکی در دستت نصاب زکات نیست زکات نمیدی. قربانی به شرایط رابطگی دارد، نه اینکه به هر سال بعداً قرضدار شوی هم باید قربانی کنی. تا نماز عید رو خواندن باید چیزی نخوری میگویند. آیا دلیل دارد؟ حدیث است در این باره. این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که در عید رمضان پیامبر اول یگان شیرینی خرمای خورده به نماز عید میرفتند، اما در عید قربان چیزی نخورده به نماز عید میرفتند. بعد از نماز عید آمده قربانی میکردند و اولین لقمهشان از گوشت قربانی بود، از قربانی کردهشان بود. این سنت است که روز عید تا قربانی کردن چیز نخورده اولین خوراک ما از گوشت قربانی باشد.
اید کی باشد؟ میگن انشاءالله الله نصیب کرده باشد روز سه‌شنبه اومده است در روز عرفه هست و روز چهارشنبه یکمین روز عید است و پنجشنبه جمعه شنبه آخرین روز عید است که این عید اکبر است، یعنی عیدی هست که 4 روز دوام میدهد. اگر یک نفر با خویش و تبارش قهری باشد قربانیش قبول است یا نه؟ عزیزان، قهرگی با خویش و تبار گناه کبیره است، قطع صله رحم است، قطع صله رحم است. برای همین نمیگویم تو قهری قربانی نکن، تو قهری نماز نخوان، نه. این یعنی انسان در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم روزهای پنجشنبه وقتی عملهای صالح به نزد پروردگار برآورده می شود، پروردگار مردم را گناه های بندگان را می بخشد و جز 2 نفره که با هم قهری هستند پروردگار آنها را به حالشون می گذارد تا که با هم دیگر آشتی کنند. و علل خصوص خویش و تباره که پیوست کردن با آنها، فاتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، ارحام یا خویش و تباری پیوستی آنها فرض است برای ما. قهرگی با آنها گناه کبیره می باشد، اگرچه آنها ظالم باشند هم، اگرچه بد اخلاق و بد کردار باشند هم، به خاطر آنها نه، به خاطر اینکه الله امر میکند باید با آنها صله رحم را پیوست کرد، وگرنه قهرگی با خویش و تبار سبب بی‌برکتی، سبب مرگ نابهنگام، سبب 1001 بلاهای می شود که انسان به درق میماند، چون خودش گناهی کبیر است. بود عزیزان، صحبت کوتاه همراه شما درباره روز عرفه و این ایام روزهای بزرگ و سوال و جواب عید این مسئله ها، با امید که این روزها را از خود بنده شروع کرده یکایک شما غنیمت بدانید و چه خیلی گفتم دیگر تا سال آینده این روزها نمی آید. این برکت، این ثوابی که در این روزها میگیریم تا سال آینده نمی آید. این روزها رو با دعا و با ذکر و با عملهای صالح گذرانیم و پروردگار از یکایک ما و شما قبول کند. شما را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.